پروردگارا خودت گفتی اگر بندی از بندگان من دو دستشو بلند کرد 3 بار گفت یا الله یا الله یا الله، خودت گفتی من شرمم میاد که دست بندی که 3 بار بلند میکنه میگه یا الله یا الله یا الله اون دست خالی و صفر بر بگردونه. پروردگارا ما دستان نیاز رو بلند کردیم، ما نیازمندیم، به در خانه توی بی نیاز آمدیم در این وقت شب، چیزی جز آمرزش گناهان، مغفرت، هدایت، رحمت، رضای تو پروردگارا، هدایت برای خودمون و کسانی که دوستشون داریم و فرزندانمون. پروردگارا ما را بندگان خالص و مخلص خودت قرار بده. پروردگارا این